میگن به یه درویشی گفتن جهان رو چجوری میبینی؟ گفت خدا رو شکر رودخونه ها از همون جایی میان که من میخوام، باران همون روزی میباره که من میخواستم، حتی بچم همون لحظه‌ای مرد که من میخواستم. گفت چطور چون این چیزی ممکنه؟ گفت من اراده خودم رو در اراده او گم کردم، هرچی اون میخواد منم میخوام. دل نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن اونجا، ز پس صبر تو را او به سر صبر میشاند. و اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها ره پنهان بنما، که کس آن راه ندارد. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلد کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش بود، تو ببینی دم یزدان به کجا رسد. به مثل گفتم این را، و اگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همه ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که